سلام دوستان. امروز میخوام یکی از موضوعات بسیار عجیب فیزیک کوانتومی رو براتون شرح بدم. میخوام آزمایش عجیب دو شکاف رو بهتون معرفی کنم. برای درک این موضوع اول باید ببینیم ذرات بسیار کوچک ماده چطور عمل میکنن. اگر ما با این دستگاه توپ‌های کوچکی رو به طرف یه شکاف شلیک کنیم، تعدادشون از شکاف عبور میکنن و مسلمه که تقریبا روی یه خط به دیوار برخورد میکنن. حالا اگه شکاف دومی رو هم روی صفحه ایجاد کنیم چی میشه؟ خب معلومه محل برخورد توپ‌ها 2 تا خط تشکیل میشه. حالا اگه این آزمایش رو با موج انجام بدیم چی میشه؟ اگر یه شکاف وجود داشته باشه، موجی که از شکاف عبور میکنه به صورت یه جبهه جدید موج ظاهر میشه که خودش باز مثل موج گسترش پیدا میکنه. این موج به تمام صفحه پشتی میرسه، اما در امتداد خطی که روبروی شکاف هست بیشترین شدت موج وجود داره که در اینجا به صورت یه خط سفید نشون داده شده. حالا اگه در مورد موج شکاف دوم رو هم اضافه کنیم چی میشه؟ در این حالت پدیده جالبی اتفاق میافته. هر شکاف میشه منبع موج و موجهایی که از دو شکاف عبور میکنن با هم تداخل میکنن، یعنی جایی که قله هر دو موج همزمان به اونجا میرسن شدت موج بیشتره، ولی جایی که قله یه موج با کف موج دوم با هم به اونجا برسن همدیگر رو خنثی میکنن و شدت موج در اونجا صفر میشه. اصطلاحاً به این میگن طرح تداخلی. خب حالا اجازه بدین اون چیزی که گفتیم خلاصه کنیم. اگر چیزی که به دو شکاف برخورد میکنه ذرات یک جسم باشه، فقط دو نوار موازی تشکیل میشه. اما اگر این چیز موج باشه، طرح تداخلی ایجاد میشه به صورت تعدادی خط موازی. خب تا اینجای قضیه مشکلی نیست و فهمش آسونه. اما حالا اجازه بدین یک آزمایش دیگه انجام بدیم که بسیار عجیبه. اگه الکترون رو به طرف دو شکاف شلیک کنیم چی میشه؟ میدونین که الکترون ها ذرات بسیار کوچک ماده هستن، ولی به هر حال ذره است و باید مثل توپ‌های کوچک عمل کنه. این دستگاه الکترون ها رو به طرف یک شیار شلیک میکنه و مسلماً یک خط تشکیل میشه. اما اگه الکترون ها رو به سمت 2 تا شیار شلیک کنیم چه اتفاقی میفته؟ باید 2 تا خط تشکیل بشه. اما چی؟ یه چیز عجیب، طرح تداخلی ایجاد شد. یعنی چی؟ ما الکترون ها رو پرتاب کردیم به طرف دو شیار و الکترون ها ذرات کوچک ماده هستن و باید روی 2 تا خط متمرکز بشن، در حالی که میبینید طرح تداخلی ایجاد شده. یعنی چی؟ الکترون مثل موج رفتار میکنه؟ خیلی عجیبه. دانشمندا موندن اینو چطور توجیه کنن؟ اولش گفتن شاید الکترون ها یه جورایی روی هم تأثیراتی میذارن که در نهایت این طرح تداخلی رو ایجاد میکنه. برای این موضوع دستگاهی ساختن که الکترون ها رو دونه دونه پرتاب میکنه. یعنی هیچ راهی وجود نداره که یه الکترون بتونه با یه الکترون دیگه تداخل کنه. اما مشاهده کردن که باز هم این طرح تداخلی ایجاد میشه. واقعا عجیبه. مثل این میمونه که الکترون وقتی به شکاف میرسه یه جورایی 2 تا میشه و از هر دو شکاف عبور میکنه، یا عبارتی مثل موج میشه که از هر دو شکاف عبور میکنه و با خودش تداخل میکنه. این اصلا قابل فهم نیست، اما فرمولای ریاضی اینو پیش بینی میکنن. یه الکترون منفرد از هر دو سوراخ عبور میکنه، از هیچ سوراخی عبور نمیکنه، فقط از چپ عبور میکنه یا فقط از راست عبور میکنه و همه این حالت ها در آن واحد اتفاق میفته. به این اصطلاحاً میگن سوپرپوزیشن. وقتی دانشمندا سعی کردن این موضوع رو با آزمایش بررسی کنن، به یه چیز خیلی عجیب تری برخورد کردن. اونا تصمیم گرفتن یه سنسوری قرار بدن که ببینن بالاخره این الکترون از کدوم سوراخ عبور میکنه و آزمایش تکرار کردن. اما چیز عجیب اتفاق افتاد. وقتی سنسور فعال هست، الکترون کاملا مثل ذره رفتار میکنه و دقیقاً از یکی از سوراخ‌ها عبور میکنه و اون طرف طرح 2 خط موازی ایجاد میشه، در حالی که اگر سنسور فعال نباشه طرح تداخلی ایجاد میشه. وقتی نگاش میکنیم مثل ذره رفتار میکنه، اما وقتی نگاش نمیکنیم مثل موج رفتار میکنه. واقعا عجیبه. الکترون چطور میفهمه که کسی داره اونو نگاش میکنه یا نگاه نمیکنه؟ انگار این موضوع رو متوجه میشه. وقتی نگاش میکنیم تصمیم میگیره از یک سوراخ فقط عبور کنه و 2 خط موازی رو ایجاد میکنه. خب دوستان، اینجاست که دانشمندا هنوز نمیدونن که الکترون و ذرات دیگه در واقع چی هستن. واقعا ذره هستن یا موجن؟ و اگه موجن چه نوع موجی؟
و از همه مهمتر نگاه کردن به یه ذره چطوری میتونه رفتار اون رو تغییر بده.